الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مردم شریف ایران و مردم سیستان و بلوچستان. اینجایی که الان ما هستیم باغ دولت آباد است. این باغ نمونه از شاخصهایی از باغ‌های ایران که در دل کویر که از نظر هنر باغ آرایی، فن توزیع آب و غنای طراحی معماری از مجموعه دیدنی کشور محسوب میشه و قوانین یزد در دوره زندیه ایجاد گردید و قنات دولت آباد از مهریز در واقع 30 کیلومتری یزد کشیده شده آورده شده. در زمان محمد تقی خان بافقی این مکان ایجاد شده و این آبی که از 30 کیلومتری یزد که از مهریز محمد تقی خان بافقی در دوره سلسلی زندیه آب رو میاره به یزد. چیزی که ذهن ما رو درگیر کرده اینی که در سال 1160 محمد تقی خان بافقی به هر حال با وجود اینکه نه امکاناتی بوده نه نیروی آنچنانی که باید باشه داشتند و که این آب رو آوردن، ولی اینکه در این برهه تاریخ در سال 1403 80% مردم استان سیستان و بلوچستان آب آشامیدنی درستی ندارند و زاهدانی که مرکز استان از آب شرب مناسب برخوردار نیست. 80% مردم شهرستان چابهار علل خصوص مردم دشتیاری به صورت سرقایی آب رسانی میشوند و اینکه مردم شهر محمدان که به ادعای مسئولین ایرانشهر منبع صفحه های آبی هست و محمدان در 7 کیلومتری ایرانشهر قرار داره و از آب شرب مناسب برخوردار نیستند. در آن برهه تاریخ از زمان در واقع سلسله زندیه، از زمانهای سلسله قاجار، صفویان، ساسانیان، اشکانیان، هخامنشیان و حکومت‌های زیادی که وارد ایران شدن، همیشه در دنیا حرفی برای گفتن داشتن، همیشه در تمام دنیا آبروی ایران بودن، حیثیت و آبروی ایران رو همیشه حفظ کردن. در این برهه تاریخ ما امیدواریم که تنها مسئله‌ای که مهم نباشه این که چه عقایدی داری، چه عقاید مذهبی داره و اینکه از چه قوم و به هر حال طایفه‌ای هسته. برای ایران مهمتر از مذهب و عقاید مذهبی و برای ایران از قوم و طایفه و ترک و لور و بلوچ و اینا مهمترینش خود ایرانه که باید شایسته سالاری بشه، باید برای ایران جنگید و برای ایران تلاش کرد تا آبروی ایران و حیثیت ایران رو در دنیا حفظ کرد و ایران حرفی برای گفتن داشته باشه.